موفقیت و دستاورد نوبتی خوانندگان تاجیک از المپیاد بین المللی در آغاز سال 2025. خوانندگان تاجیک با اشتراک فعالانه در المپیاد بین المللی ژئوتیکوف در جمهوری قزاقستان صاحب 7 جای افتخاری گردیدند. در این المپیاد سطح جهانی تاجیکستان را در میان بیش از 700 نماینده از 15 کشور از جمله روسیه، ازبکستان، ترکیه، بلغارستان، ترکمنستان، رومانیا، بلاروس، سربیا، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و مغولستان در شهر آستانه در مجموع 28 خواننده معرفی نموده با 2 مدال نقره و 5 مدال برنجی به وطن برگشتند. خوانندگان تاجیک را در فرودگاه بین المللی دوشنبه مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان، مرکز جمهوری دریافت و رشد استعدادها، آموزگاران و نزدیکان و پیوندان استقبال گرفتند. بچه‌های ما از المپیاد ژئوتیکوف اومدن. این 20 بار ما در این المپیاد اشتراک میکنیم. یکم بار سال 2005 بچه‌ها رفته بودن. بچه‌ها با بسیار مدال گرفتن. همین مدال تیلوم، نقرم. این سال هم بچه‌ها نقد برآمد کردن. المپیاد بین المللی ژئوتیکوف از روی فنهای متماتیک، فیزیک و تکنولوژی اطلاعاتی مرتبه 21 از جانب وزارت معارف جمهوری قزاقستان، مرکز علمی عملی دورین و مکتب جمهوری فیزیک و متماتیک در جمهوری قزاقستان برگزار می‌گردد که در آن مجموعه سوالها از جانب حکمان سطح جهانی ترتیب داده شده ملکه‌های نظریوی و عملی خوانندگان سنجیده می‌شود. اشتراکچیان آن همساله با سرتیفیکات، تحفه‌های خاطره‌ای و غالبان با دیپلم‌های درجه‌ای و های تیلان، نقره و برنجی قدردانی کرده می شوند. من در المپیاد ایژو از فن متماتیک اشتراک کردم، جای سوم رو اشغال کردم. المپیاد در مابین 15 دولت گذشت. در آینده نقشه دارم که در چنین المپیادهای بین المللی اشتراک نموده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. المپیاد بین المللی ژئوتیکوف روزهای 13 و 17 ینور برگزار گردیده خوانندگان تاجیک در 4 دسته فعالانه اشتراک نمودند. تاکید کردن به مورد است که دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی حکومت کشور از ساحه معارف امکان داده است که خوانندگان تاجیک همساله با اشتراک فعالانه در آزمون و المپیادهای سطح گوناگون کشور ما را در سطح شایسته معرفی نمایند. بنا به تاکید مسئولان، دستاورد نوبتی خوانندگان تاجیک در آغاز سال 2025 نتیجه نظررس در سطح بین المللی محسوب یافته از رشد و تحکیم انفراستراکچور ساحه علم و معارف در کشور شهادت می‌دهد.